سلام، امیر استری هستم. خیلی خوش اومدی به کانال یوتیوب من. اگر سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو ببینی و اگر ویدیوی قبلی رو ندیدی بعد از این ویدیو حتما ویدیوهای قبلی رو ببین چون مطمئنا به دردت میخوره. بریم سراغ مبحث شیرین ویدیو. ببینید ما چند تا ویدیو داریم، مثلا 4 تا ویدیو داریم. خب ما اگر بخوایم اینو درستش کنیم و ادیتش بزنیم باید بیایم کنار همدیگه بچینیم، یه موزیکی میندازیم زیرش. ما از ویدیوی اول وقتی بریم روی ویدیوی دوم قراره که وسطش ترانزیشن بخوره. ترانزیشن چیه؟ از ویدیوی اول وقتی من بخوام برم روی ویدیوی دوم به چه شکلی برم، بچرخم برم روی ویدیوی دوم یا میکس بشم برم روی ویدیوی دوم، یه ترانزیشن هایی که توی هر برنامه‌ای متفاوت هستش. بعد از اون میایم روی موزیکمون. حالا هر جایی که موزیکمون سرضرب داشت ویدیوی ما هم باید تغییر کنه. یعنی مثلا اگر خواننده یک بیتی رو داره میخونه باید اونجا که بیت تموم شد که میخواد بره توی بیت بعدی باید اینجا ویدیو تغییر کنه که اون حس و حال قشنگ رو به بیننده برسونه. بعد از این ما میایم روی تکست نوشتن یا همون تایملاین تکستمون رو تا هر جایی که ما بخوایم میتونیم بنویسیم، از اول تا آخر. تایمش رو میتونیم دقیق خودمون درست کنیم و این که میتونیم بیایم فیلتر بندازیم. فیلتر چیه؟ یه سری رنگ های آماده هستش که ما روی تایملاین میندازیم که میتونیم اگر ویدیوی ما 10 ثانیه باشه از ثانیه 0 تا ثانیه 5 باشه یا نه از ثانیه 0 تا ثانیه 10 باشه. افکت چی هستش؟ یه سری حرکتایی هستش که ما وقتی روی ویدیو میندازیم ویدیوی ما رو خیلی جذاب‌تر میکنه. مثلا ما میتونیم افکت رعد و برق بندازیم، یه سری چیزایی که ویدیوی ما رو قشنگتر کنه. مثلا میتونیم افکت ویدیوی قدیمی رو روی تصویر بندازیم، مثل همین الان که روی تصویر من افتاد. حتما ویدیوی بعدی رو هم دنبال کن چون قراره خیلی ریز و نکات کاملتری بهت بگم.